در این ویدیو نمایش رفتار ناقل‌ها مخصوصاً متال‌ها در میدان الکتروستاتیکی پیشنهاد کرده می شود. ناقل‌ها جسم‌هایی می‌باشند که در آنها ذرات الکتری تحت تأثیر میدان‌های سست آزادانه کوشش می‌نمایند. ساخت پنجره کریستالی متال را خاطررسان می‌نماییم. وی از ایون‌های مثبت، ضررناک و الکترون‌های آزاد عبارت می‌باشد. ایون‌های مثبت پنجره قالبی می‌باشند، یعنی آنها بست کریستال را تشکیل می‌دهند. آنها کوشش کرده نمی‌توانند. ایون‌ها فقط در موقع موازنتیشان لپیش می‌نمایند. الکترون‌ها باشند در بین ایون‌ها به مثل مولکول‌های گاز به ترتیبانه حرکت می‌کنند. بنابراین همه متال‌ها ناقل می‌باشند. اگر جسم متالی نیترالی را در میدان الکتروستاتیکی وارد نماییم، آنگاه به ایون‌ها و الکترون‌های وی قوه تاثیر می‌کند. میدان بیرونی ما با رنگ کبود تصویر یافته است و به طرف راست روانه است. و الکترون قوه این میدان تاثیر می‌کند. آنها به طرف مقابل شدیدیت به طرف چپ روانه می‌باشند، چون که الکترون‌ها ضرر منفی دارند. قید می‌کنیم که به ایون‌های مثبت نیز قوه تاثیر می‌کند که به سمت شدیدیت روانه می‌باشند. اما از بس که ایون‌ها حرکت کردن نمی‌توانند، در جایشان می‌مانند. در نتیجه حرکت الکترون‌ها در طرف چپ، آنها نظر به ذرات‌های مثبت بسیار می‌شوند. در مجموع این کنار ناقل منفی ضررناک می‌شود و در خود همین وقت در طرف راست الکترون‌ها نمی‌رسند، یعنی وی مثبت ضررناک است. چنین تقسیمات ذرات با ایندوکسی الکتروستاتیکی معنی داد کرده می‌شود. اگر لوحه متال را با خط افقی به دو قسم برابر تقسیم نماییم، هر دو قسم ضررناک می‌شوند. ذرات‌های ایندوکسیونی به وجود آمده که با رنگ سبز نشان داده شده‌اند، میدان خودشان را تشکیل می‌دهند. وی با میدان بیرونه مقابل می‌باشد که با رنگ سبز نشان داده شده است. تقسیمات برنده ذرات تا آن دم دوام می‌کند که مدل شدیدیت میدانی از طرف ذرات‌های ایندوکسیونی حاصل شده به شدیدیت میدان بیرونه برابر نشود. این شدیدیت‌ها را از نقطه نظر میدان بیرونه و میدان از طرف ذرات ایندوکسیونی حاصل شده دیده می‌بریم. موافق پرینسیپ سوپرپوزیسیون میدان‌ها شدیدیت نتیجوی به صفر برابر می‌شود، یعنی میدان بیرونه و میدان از طرف ذرات ایندوکسیونی حاصل شده را با فضای عوض کردن ممکن است که در آن میدان الکتروستاتیکی وجود ندارد. اگر آن را غیر علمی تصویر کنیم، آنگاه چنین بیان کردن ممکن است: عمل یکجای میدان سبز بیرونه و نیلابی از طرف ذرات ایندوکسیونی حاصل شده با کم کدام میدان الکتری عوض کرده می شود که ما در این ویدیو مشاهده کرده می توانیم. بنابر همین در داخل متال میدان تصویر کرده نشده است. همین طریق ما رفتار متال را در میدان الکتروستاتیکی دیده برآمدیم و به خلاصه آمدیم که در داخل متال ها میدان الکتری وجود ندارد، چون که در سطح آن ذرات‌ها خون می‌شوند که میدان الکتریکی بیرونه را جبران می‌کنند. به دقتتان تشکر.